پدر سومان کالتا کلاس است. نفهمیدم. کالتا کلاس گفتی؟ یا خدایا غیر امکان است. ناممکن است. برای چی از بین 6 میلیارد آدم روی زمین کالتا کلاس برآمده؟ جنابی لوین کالتا کلاس گفته ایستادید. از برای خدا این چی است؟ کالتا کلاس انا میودم. چه خیلی؟ یعنی شما پدری سومان رو کالتا کلاس میگوید مگر؟ نامش خانم بهار، نام لقبش. گوش کنید خانم بهار، کالتا کلاس باید هرگز نداند که سومان دختری او است. فهمیدید خانم بهار؟ اصلا. شاید دختر رو از در پشت برارن. راهشان رو میگیریم. این دفعه دختری کالتا کلاس رو از دست دادن نمیخوایم. فهمیدید؟ فهمیدید خانم بهار؟ هرگز نباید داند. اصلا. یا خدایا چه خیلی نباید داند. تا این زمان شما مگر از من خواهش نکردید که کمک کنم که پدر سومان را یابیم؟ تماما به شما گفته ایستادم که این آدم پدر سومان است. انا آنجا ایستاده است کو؟ ببینید خانم بهار، این آدم جنایتکار وزنین است. بسیار خطرناک است. یعنی چه خیلی؟ پلیس این شهر 7 سال است که همین جنایتکار رو جستجو دارد. کالتا کلاس. از راستی؟ کاری نیست نکرده باشد. راهزنی، دزدی، غارتگری همه کارو کرده است. این خیلی باشد این آدم را چرا دستگیر نمیکنید؟ اینجا ایستاده است کو؟ این شاید مشکلی دیگر است، چون که در دستمون شخصیت او را اثبات میکردگی حجت ها و دلیل ها را نداریم. یعنی این حال چه خیلی یعنی؟ کالتا کلاس 2 سال پیش برادر دوگانی کشکی مرده بود به جای او گذاشته است. شناسنامه او را استفاده دارد. ما هم برای همین او را دستگیر کرده نمیتوانیم. بر ضمن کالتا کلاس دشمن اشدی سقراط میباشد. انا برای همین سقراط سومان را دزدیدن میخواد. خانم بهار انتقام میگیرد. شاید فهمد که سومان نبیرش است و به او ضرر نرساند. این نظر منطق دارد. بله به او ضرر نرساند، اما سومان به دست آنها میافتد. نه اصلا چنین نشود. سومان اصلا در دست سقراط بر این آدم نباید بزرگ شود. این وصیت آخری مادرش بود. این خیلی باشد ما هم موافق این وصیت عمل میکنیم. نمیگذارم که از برای انتقامگیری سقراط و کالتا کلاس سومان را از دست بدهم. سومان را از هر دویش باید دور نگاه داریم. خانم بهار طوری رفتار میکنیم که گویا هیچ چیز نشده است. سومان را گرفته از در پشت میبریم. آرام. 195 196 197 198 199 200. تو حالا هم اینجایی؟ حاضر میروم، ولی بعد از نام شما را گرفتم. در شو رو کوچگرد. باز تو هستی؟ میبخشید خانم، من اینها رو جا میکنم. با پیشت نگاه کن خیم نمیبینی؟ من خودم میگیرم. وای خانم میلیس، همیونتون رو افتاد. مایلش تشکر میکنم. دختر تو کی هستی که از فکرم بیرون نمیشوی؟ چی گپ است؟ با خود بیا. وقتی عاشق شدن از کمال سیاه، حالا انتقام پدرت رو نگرفته ای. در نیمی راه از راه گشتن خوب است مگر؟ احمدی شمشک، تو پدری من رو دیوانه کردی، من هم تو رو.
زده آن همین خیر بسارت زده تو رو دیوانه میکنم. هر جایی که من آرام نباشم هیچ کس آرام بودن نمیتواند. احمد شمشک تو رو سنگی تسبیح کرده توبه گفته ذکر میکنم. پدر مرا جیغ زدی؟ دیوانه ای ساخته کار، دیوانه ای ساخته کار. پدر دامولای حقیقی منم، دامولای ساخته اوست. پدر دامولای ساخته کیست؟ کی میشود دیگر؟ دامولا زیا، گرچه نامی او زیا هم نیست، ساخته است. کلتاکیلس است. کلتاکیلس؟ پدر چه خیل کلتاکیلس ها؟ او آدم مرده است. خدا جزایش رو دیهد. تو فکرش رو نکن. پدر من انتقام تو رو میگیرم. احمد شمشک گفتنی برادر داشته است، او را میکشم. کلتاکیلس نمرده است؟ زنده است؟ کی زنده است پدر؟ دامولای ساخته زنده است. کدام دامولای ساخته؟ زیا. زیا زنده است؟ دامولای حقیقی منم، او ساخته کار است. زیا در کجاست؟ چه خیل زنده است؟ او نمرده است؟ نمرده است. استادی ساخته شده اخلاق و دین درس میدهد. او برادر دوگانیکش نیست؟ برادر دوگانی که ساخته است حقیقی نیست. دوگانیک حقیقیش کی است؟ برادر دوگانی که حقیقیش منم. پدر چی ها میگویی؟ سرم او دامولا زیا است. نمیفهمی تو؟ نمیفهمم پدر. بیاکل دیوانه کلک است. من تو گفته ایستادم که او نمرده است، ساخته است. نمرده است دامولا زیا. پدر در خواب اد مرا ناحق میزنی. بین هم دامولا زیا مرده است. تو خواب دیده ایستاده. انشاءالله خواب میبینم. در خواب دروغ گفته نمیشود. مشقت است. اکنون باور کردی؟ زنده بودن زیای ساخته کار رو باور کردی؟ اکنون باور کردم پدر. سرم پدر انتقامی تو رو میگیرم پدر. تو آرام خواب کن. سلام علیکم جنابان. علیکم سلام جوان. شام بخیر کمال. امک خلیل خونه کلتاکیلس در کجاست؟ کلتاکیلس میگویی؟ دامولای ساخته شما زیا هست کو؟ در کجاست تو؟ دامولا زیا رحمتی شد در قبرستان مای. وای آدم همه شما رو فریب داده است کو؟ کجاست خونش؟ برادر دوگانی که میگویی؟ ها برادر دوگانیکش رو من نمیدانم اما حاضر در خانه نیستن. یک دختر چه خردکر بود، پدری او را جستجو دارند. تا جایی که من میدانم به امنیت رفتن. رحمت نه رحمانی خدا راهی سفید. اسبایی چی هست این جوان؟ در حقیقت اسبایی چی باشد؟ به خدا هیچی نفهمیدم. پدری بیچاره کودک را نیفتیم. چی کار کنیم زهرا؟
تو پروا نکن، او را پیدا میکنن. مرا نیز نیافتند اما در آخر یافتند که همین خیلی نه همکار. لعنتی من تو را در حال عصبی نشو، آرام باش. خوش باشید. بیا دخترم. وای بسیار دیر شده از ما میرویم اکنون. به خاطر همه اون کارهای کردهتون تشکر میکنم. شام بخیر. شام بخیر. خیر شیرینا. من این دختر را میشناسم و فکرم در کجای بیچار دیدم. چیزی گفتی جان؟ نه چیزی نگفتم جانم، هوشم به دیگر طرف بود. ما هم میرویم؟ میرویم ولی من اولیت به حاجت خانه دارم. تمام. ما هم میرویم تا بازدید همکار. ای دیوانه، تو با همکارگویی هایت بیزار کردی. دیگر نگوی. آرام باش برادر. ای حاضر تو را هم. کمی آرام باش. خیر تا بازدید. خیر. مایلی آشنا. همکار. دیگر به اینجا ناید. ака духтарро аз дари пушти амният бароварда истоданд. фаҳмидам. аз дари пушт бароварданд. роҳашонро мегирем. ин янгаи зӯро куҷо шуда? ман кор дорам охи бояд хазинаро ёбам. мегардам қатити дайҷа. تو و خزینه‌ات را نیست میکنم شوکت. از کی باز تو خزینه کار شدی؟ хазинаро биём ба худу зӯроро мепартои ту. این همان است؟ ке бу? این همان است. бача бу чӣ балӯзад? ки будан ё? бача اینها کی بودن؟ گپ زن؟ آدم‌های بران را دیدم و فکرم مرا تعقیب دارند. اگر برای سقراط کار کنند مرا به نزد او میبرند. چی کار میکند وای؟ وقتهای پیش تیز میکشدم. ماشین میدوزد او؟ من به او میگویم که جنایت نکن. او باشد ماشین میدوزد. باز از نزدیک در شعبه امنیت. من حاضر به تو نشان میدهم. تو حالا میبینی زهرا، شرط رو من میبرم. تیرزم شدم. من باید چیکار میکردم؟ دوست در آمد. دوست در آمد. دوست در آمده است. دوست در آمده است. هجری زود. دوست در آمده است. هجری دوست در آکوشا. دوست در آمد. دوست در خانه دوست در آمده است. بیا رفتیم. بسم الله.
هاپ نترسید خانم سنم، هیچ کس نبوده است. معلوم که رفته است. آروم باشید مایلش. بین هیچ کس نیست. аммо ман бисёр метарсам иҷрӣ. ман имшаб дар ин ҷо намеистам. имшаб дар хонаи ту истам намешавад? не намешавад. дар хонаи ман истодан ҷоиз нест. аслан гире маро дар ин ҷо танҳо гузоштан ҷоиз нест. дар кушода буд духтарам. вой дод, садоятро шунида давида омадем. чӣ шуд? ба хона дуз даромад? даромад баромад, яъне мушкиле нест. тамом. холаи руқия хуб ки омадед. хонум санам аз дуз тарсида танҳо истода наметавонад. дар хонаи шумо истад мешавад? бале бале мешавад. худо аз шумо розӣ бошад. саломат бошед. хонум санам, метавонед дар хонаи холаи руқия истеду ба шумо ёрӣ мерасонад. майлаш дафтарамро гирам. натарзед, ҳеҷ чиз нест. дуз аллакай рафт. рафтем духтарам ба хонаи ман. холаҷон, ман наметарсам. тарсам баромада рафт. харчму равед. саломат бошед. худат медонӣ духтарам. духтарам, чаро ба ин ҷо кӯчида омадӣ? барои ҳиҷрӣ магар? чӣ алоқа дорад? чаро барои ҳиҷрӣ кӯчида меомадам ман? харҷонам, равед. ман хоб дорам. хобам омад. шумо ҳам хоб доред. равед. модоме ки тарсат гузаштааст, шаби хуш, хоби ширин. ба шумоам, ба шумоам, ба шумоам. уф, ҳиҷрӣ масхараи мардум карди ҳиҷрӣ маро. хонаро беҳуда бетартиб кардам. ки ҷамъ мекунад инҳоро? ман мекунам. ки ҷамъ мекардааст? уф, бо роҳи миёна меравем. онҳоро ба дом яфтем. бародар, ба фикри ту кадом чӣ қади хазинаро биканам аввал? ба худо агар як хазинаро биёвум ку дига мара Шавкат не Шавкатҷон гуфта пасам медавӣ. Шавкат, даматро гирифта ками хомӯш бош ки одамҳои баронро аз даст додем. ин бача мо ба куҷо омадем? ин ҳамон одам нест магар? ман дар олами рӯҳ мегуфтам, ту дар замин будаӣ ку? ҳой ҳой, ба куҷо меравӣ? истоло интиқоми падарамро аз ту нагирифтам. бачаҳо, ба чархҳои мошин паронед. ба полисҳо тер нарасад, фаҳмидед? сардора, ба чархҳо тер расид. моро ба дом гирифтанд. аз мошин фароед. ба пушти мошин пинҳон шавед. хонум баҳор, илтимос аз мошин нафароед. сумаро эҳтиёт кунед. نترس دخترم. نترس دخترم. نترس دخترم. نترس. بیارم دخترم. ту ва ту бо ман биёед.
این دختر رو با من ده. نه من ده میگویم دستش رو رها کن. من ده. یعنی یسو بیا. نه دخترم سومن. آره درو. رایش کنه. دستش رو داری. شوکت اینجا چی گفت؟ چی گفت بوشا؟ رفتیم صدای دختر از اون طرف میومد. در اینجا چی گپ هست؟ کجا میروی؟ از من گریختن نمیتوانی. دستش رو سرده. با من ده میگویم. گریه برو. سرده. سرده میگویم. چیکار میکنید ها؟ اینجا بیا. برادرم. لازم نیست. سرده میگویم. سرده. اکا کلت کلاس رو هم گرفته با خودم آبره. لازم نیست. شیف تنها دختر را میخواهد. کلت کلاس خودش دویده نزدی درمان میاد. بیاید رفتیم. سومن رایش کنه. کمک سومن. خانم خوب است؟ اینجا چی گپ است؟ دخترم رو دزدیدن. التجا میکنم یاریم کنه. تو خواهش میکنم یگان کار کنه. چی؟ دخترتون رو دزدیدن؟ با کدام طرف رفتن؟ انا اون طرف. با تو بعداً با میخورم. اول دختر این زن رو نجات دهم. تیرپرانی رو بس کنید. همه با ماشین سوار شوید. بر بگردیم. لبای جناب دختر رو گرفتیم. آفرین دختر رو به اینجا بیار. فهمیدم جناب. اکنون وقت انتقام گیری رسید کلتکیلاس. خانم با سومن رو دزدیدن. التماس کار کنه. از پسش آره بید. تعقیبشون کنیم. تمام سومن رو پیدا میکنیم. نجات بدیم. گیره نکن خانم با. تمام نترسید. سومن رو میوبیم. لوند اینجا چی گپ شد؟ سردارم سومن رو دزدیدن. سومن رو دزدیدن؟ کی دزدید؟ سومن رو دزدیدن. سقراط دزدید. سقراط گفتی؟ سقراط سومن رو چرا میدزدیده است؟ آمد. ای پدیجه بریم ای خفون. زیاد تو این کارو چه خیلی کردی ها؟ از نزد شعبه امنیت ماشین دزدیده رفتی. تو به من قول داده بودی آخی. جانم گوش کن. یک لحظه ایست. کار این خیلی نیست. سیا گوش کن. تو دروغ نگوی به من با چشمان خودم دیدم. ماشین رو ندزدیدم. امانت گرفتم. امانت گرفته است. تو ما رو مسخره کرده ایستاده ای؟ شد زورا تمام. آرام شو. سقراط سومن را دزدیده است. چی؟ سقراط سومن را دزدیده است.
برای همین مجبور شدم که ماشین را گیرم. جانم چرا این را پیشتر به من نگفتی آخر؟ آخر جانم نمیگذاری که گپ زنی. تمام حاضر وقتی گپ زدنی این نیست. زودتر بیا سومن را یابیم آخر، زودتر. دختر چرا رها کنید؟ از این کودک چی میخواهید؟ تو باز کیستی؟ مرا کمالی سیاه میگویم. مرا شناس میشناسد، نمیشناختگی میپرسد. اگر دیرتر شناسد قبرستان مکانش میشود. امید دست و پای این حریف را شکسته برده پاره پاره کردن از این سگ پرتاید. کنی ببینیم کدامت رو زورش به من میرسد. آکا شما شوخی رو نمیفهمیدید. چی شد ها؟ چی شد؟ شخ شده موندی بسیار تیز شد ها؟ بسیار تیز شد ها؟ بگیر باری دیگر اجرا میکنم. با خاطر تو آیسته حرکت میکنم. مایلش برادر در حیات این کارها آیسته نمیشوم. نگاه دارد با سرش پراند پاره پاره شود. آکا شما هم شوخی رو نمیفهمیده اید. مادرتون با شما نگفته بود که با سلاح بازی نکنید ها؟ با یک مشت از روش میروید و وقتی گپ زنی وایمه میکنید. شو دختر تو رو به نزد مادرت میبرم. نومی تو چی است؟ سومن. چقدر نومی زیبا داشته ای. نومی من کمالی سیاه. از شناسایی بسیار شدم. رفتی تو رو به نزد مادرت میبرم. بیا رفتی. یک لحظه به توی امون هجوم کردگی سقراط بود همیخنی؟ بله. خوب ولی چرا این را تو به من نگفتی ها؟ اینا شما نید ولی سقراط چرا سومن رو میدوزیده است نه؟ چون که چی؟ چون که پدری سومن ما نده حاضر وقتی پدر سومن نیست.
مثل خرگوش رفتار دارید. باید سومان را جستجو کنیم سردارم. بله. اینجا کار کرده نمیتوانیم. من به امنیت میروم. سومان را میابیم، پروانه کنید. خیر. ماشین در اینجاست. داغان با تو چی شد؟ جناب دختر رو از دست ما گرفته رفت. دختر را که گرفت؟ کمال سیاه گفتنی شخص. کمال سیاهش باز کیست؟ نمیدانم جناب، از پیش من برآمده دختر رو گرفته رفت. چند نفر آمدند؟ تنها بود. چه خیلی تنها بود؟ جناب من چنین آدم ندیدم. او همه سلاح ها رو از دست بچه ها گرفته مثل سرباز همه ما را زده دختر رو گرفته رفت. ما حیران شدیم. مرا گوش کن. آن دختر را به نظم نوارد شما را نشان میدیم که سحرباز کی است. همه اتان را میکشم. حاضر پلیس ناآمده از اینجا میرویم. من از راستی نمیفهمم سقراط چرا سومن را میدزدیده باشد آخه؟ دردی اون من هستم. من هم نفهمیدم. جنایت های سقراط رو نگاه کردم و هرگز کودک نمیدزدیده است. این کار بی منطق است. خانم بهار اگر خواهید ما با بیرون برایم. خانم بهار ما با بیرون برآمده کمی هوای تازه میگیریم که احوال بهار آنقدر خوب نیست. کنی بیا شا دختر. تو رو به نزدی مادرت میبرم. میروه مامکی کمال سیاه. من صدقه زبانی کمال سیاه گوی تو شوم دختر جان. اکنون باید داند جناب لیوی. آخر دختری او هست. کودک زیر خطر است. خانم بهار خواهش میکنیم خیلی نگوییم. ما با شما چی زده بودیم؟ سومن دخترم یک تایم. سومن دختر جانی من. سومن جانم خوب هستی؟ خوب هستی؟ سومن جان چی خیلی هستی جانم؟ تو از دست آدم های بچه خیلی نجات یافتی؟ این آمد ما رو نجات داد. در حقیقت تشکری زیاد دخترم رو نجات دادید. همیشه در خدمت مظلومان هستیم خانم. سلامت باشه. کمال سیاه تو کی از محبس بر اومدی؟ کمیسرم نو بر اومدم. وای آدم ها کی هستن؟ از دخترچه چی میخوان؟ تو سومن رو از کجا یافتی؟ وقتی که از پشت این ساختکار بودم با این حادثه روبرو شدم. وای آدم ها رو تعقیب کردم. تو کی را ساختکار گفته ایستاده ای؟ تو صبر کن. نوبت به تو هم میرسد. آنها رو تو یک انبار کونه کوچه کلی مزار تعقیب کردم. همه‌شون رو زده دخترچه رو گرفته اومدن. یگان تو اشو می آوردی سوال و جواب میکردی. کمیسر با کارهای سوال و جواب شما عادت نکردم. مقصدم دخترچه رو نجات دادن بود. دیگرش رو نمیدادم. لونت انیق گریختن ولی برای احتیاط به آنجا یگان گروه روان کنه. البته سردارم. وزیر بعدا وقتی رفتن یک دو یاری تجلی هم روان کنید. معلوم سخت لط و کوبشون کردن. با تو بعدا صحبت میکنم. اینجا مکانی موافق نیست. با رفیق پالیسان مشکل ایجاد نمیکنم. در عوض عقل پدرم عقلت را میگیرم. فهمیدی کلتکل است؟ چه خیل کلتکل است؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ بس کن این دورو خورا. در ردری من هستی. با سرعتی بلند گذاشتی. جزایت را میدیم. مرا گوش کن.
تو با دوست داشته ای من این خیلی گپ زدن نمیتوانی فهمیدی؟ اوف زهرا اینجا بیا اهمیت نده. دوست داشته گفتی؟ با یک دیگرتون بسیار میزیبید خرگوش و گرگ. گوش کن کسی دوست داشته ای مرا خرگوش گفتن نمیتواند عقلت را کار فرما. تو خرگوش هستی او گرگ. چی ها میگوید او؟ یک متفیلم است که وقتی کودکی تماشا میکردم گرگ و خرگوش همونجا میگویند کو نوپگدی لونت حالا هم کودک هستی جانم. مرا بین اگر سومن را نجات نمیدادی زده بینیت را مجق میکردم. تو اگر مشت زنی جویش رو تبابت میکنند. من مشت زنم در قبرستان بالای قبرت خاک میپرتویم. آهسته آهسته کمالی سیاه کار تو تمام شد اکنون برآمده رفت. با تو بعد وا میخوریم. اگر به خونه مار دروی تو رو از اونجا میبرانم. قرار تام که میغرم شد. خانم بانو لطفا خواهش میکنم مرا گوش کنید. جناب کانون لطفاً اکنون مرا رها کنید. من با شما دیگر گپی ندارم. بسیار خواهش میکنم لطفا همش رو میفهمونم. خواهش میکنم. کم مونده است بانو جان صبر کن. کم مونده است. خزینه تو از آن من میشوید. اوف جناب کانون اوف. خانم بانو لطفا معذرتم را قبول کنید. جانی بانو جان جانی تو برای شوکت جینجانی با برو من نریزونی. آه خدایا چه خیلی دختر بوده است. دنیای مرا دیگر کرد. اما دختری با غیرت بوده است. تماما مرا نگاه نکرد. اینجا چی میکنی؟ اوه پدر این چی سر و لباس است؟ چیکار کرده سر لباسم؟ با خدا بسیار خوب می نمایی. من دایم خوب می نمایم. جنتلمنم من. پدر از برای خدا چه خیلی جنتلمن. تو آدم دین شناس هستی. دین شناس؟ دین شناس چی؟ وای نفری که پیروی دینش است. دیندار دین شناس نه دیندار. تو این گپ ها رو یک سو گذار و اینجا چی میکوبی؟ مرا یک سو گذار. خودت اینجا چی میکوبی؟ من هم همین رو پرسیدنیم که اینجا چی میکوبی؟ پدر وای میلیس جانم همه اشتر نوشته گرفتی ها؟ چیز کنی گپ زن تو زبانت رو خوردی؟ اینجا چیکار داری؟ با کجا نگاه داری؟ خوب جانم آخر برای من گفتن که بعضا فراموش میکنی تو. چیست زن؟ کدوم زن پدر؟ انا آن را میگویم. چشم سیاه موی سیاه لبهایش مثل آهو. سمی پدر چیکار میکنی؟ کجا شدی تو؟ آمدم اومی جون. زیباترینی زیباها با لذتترینی با لذتها شیرین ترینی شیرین ها. با من نامتان رو گویید خانم خواهش میکنم. چی گپ است؟ این دیوانه است؟ پدر چیکار میکنی؟ عیب است. بیو رویم بیو. در عشق عیب نیست. خدا پناه دهد. شما چه ها میگویید؟ عشق گفته ایستادم. از همه بلندترین حسیات عشق را گفته ایستادم خانم. پدر چیکار میکنی؟ وای بخشش خانم. پدرم حسیاتش رو درباره عشق عمومی بیان کرد. یعنی با شما رو بیتی ندارد. لطفاً ببخشید. تو کودک در بین دو کبوتری عاشق نداره. خانم زیبا مرا خوب فهمیدند. صدای دل مرا میشنوید. با خدا که دیوانه است. کافی سکنون کافی. زود پدرت رو گرفته از اینجا رفت. خوب خانم میلیس رفتیم. برادر عزیز بگیر این پدری دیوانت رو از اینجا زودتر. تو نسبتی پدری من چی خیلی گپ زده ایستاده ای ها؟ چی گپ است؟ چیکار میکنی؟ چی کار میکنی ها؟ بس بود اگسته لطفاً روید از اینجا. بیا رفتیم خانه در و مادر جون.
خودت دیوانه است دیوانه. падар чӣ кор карда истодаӣ? ман ошиқи духтари ин занам, ту бошӣ ба модараш часпидӣ. ай бас охир ин хел намешавад. با من چی؟ دوست داشتی؟ از من پرسیدی؟ دیگر کس را دوست می‌داشتی؟ رفت دیگر دختر یاب. аз барои худо ба худ биё. آدم پدرش را به خود بیا نمیگوید. من این زن را میخواهم، فهمیدی؟ برایم این زن را خواستگاری کن. اگر این زن را برایم ندهی حق پدریم را به تو حلال نمیکنم، فهمیدی؟ بس است از تنهایی بیزار شدم. тамом падарҷон, рафтем. шарманда кардем. биё рафтем. چشمانش مثل چشمانی آهو. рафтем, қурбонаш چشمانی آهو. چشمانی آهو. рафтем. бисёр хуб худашам мисли обу. خوش بچه ها، خداوند بزرگ آفریدگاری تمام مخلوق جاندار و بیجانی روی زمین است. سنگ ها، بحرها، چی میدانم، گل هایی در روی کوه ها، درخت ها، حیوان ها. همین خیلی؟ برای همین در درسی امروزمون همین را میگذاریم بچه ها. انسان هم از جمله آفریده های آفریدگار یعنی مخلوق است، اما به خاطر عقل و شعور داشتنش از دیگر مخلوق ها فرق کرده نزد پروردگار جایگاه خاصی دارد. همین خیلی نه بچه ها؟ برای همین مثلا فکر کنید اگر ما هممون حیوان می شدیم، حیوان؟ چی گم است؟ بفرمایید. اینجا سیرک است یا سیمفست؟ خودش چی گپ است؟ جناب وکیل معذرت میخواهم، من هم نفهمیدم این چه شد. در مکتبمون اولین بار این کار میشود. من هم حیران شدم. استاد احمد اینجا چی گپ است؟ جناب بیکل از وزارت معارف آمده است. به این شرمندگی چه جواب میده؟ مطمئنم که حتما برای این شرمندگی یگان دلیلی داره. مرحمت، شما را گوش میکنم. جناب، این درس به طلبه ها درباره موقع خاص انسان در نزد خداوند را فهمانیده ایستاده بودم. درس را عملی نشان دادن خواستم. مثلا چه خیلی فهمانم به شما فکر کرده ایستادم؟ مثال جنید شاگرد ما نقاب گاو را پوشیده است. همین خیلی نه؟ کنی یک صدای گاو برار پسرم؟ چه خیلی استاد؟ پسرم گاو آخر گاوی شیرده بره. زود باش. ما گاوجان شیرده گفتم. این خیلی نمی شود کمی درستر. ما آفرین، چه خیلی که مشاهده کردید او گاو شد. باز رفیقی که در برش نقاب میمون را پوشیده است. آرتیق جان یک بار صدای میمون را میبراری؟ پسرم این مثل صدای ترنه است. صدای میمون گفته ایستادم. میمون. استاد میمون چه صدا میبراره؟ با صدای حرفی او میبراریم. لپایت را به پیش برار. براوردی با بیرون و درون نفس کش پسرم. جناب، چه خیلی که دیدید در حال طلبه ها میفهمند و آن صدا را میبرارند. شخصا من خودم به بچه ها نقاب ها را با شکل های حیوان ها تقسیم کردم که خودشان را به جای حیوان ها گذاشته انسان بودنشان را بهتر و خوبتر فهمند. جناب، خدا می توانست که ما را نیز حیوان آفرد. همین خیلی جناب. اما ما را در روی زمین از همه دیده بالا و با شرف آفرید. جناب، برای فهمیدن خوب را از بد، راست را از دروغ به ما عقل داد. چقدر که شکر گوییم کم است. همین خیلی نه بچه ها؟ بله درست. این قدر متد خوب بوده است. این متد را در همه مکتب ها جاری کردن لازم. اکنون از نظریوی دست کشیده به عملی گذاشتن لازم. استاد، ما به شما خلل نمیرسانیم. ممنون استاد. برای کار به شما. روز بخیر استاد. سلامت باشید. زود نقاب هایتان را کشید. استاد با خود زور فهموندید اونها رو. همین خیلی نه جونه؟
تو نکش پسرم، نقابت ایستد به تو میزیبد. گاوی شیر دهبد. یا خدای من از خانم بانو چخیل معذرت میپرسم. چی کار کنم من آخره؟ اکا کانون در اصل من یک فکری عجایبی دارم اکا. چی بوده است؟ فردا صبحی بر وقت در آزمون زیبا سنم اشتراک کرده برای تو یک عروس زیبا میابم اکا. چهل فهمیدی اکا؟ بله مردت تعیین شید. آفرین با تو این درشد ببین بیشوق حیوان های چشم من غیر از خانم بانو کسی دیگری را نمیبیند. به عقل ها گوه های تپا تیار ای از نظرم روید گم شوید. با کسی که زیبا سنم میرفتند اینش نمیرسید. من خانم بانو رو میخواهم. من با خانم بانو یک جای بودن میخواهم. تشکری زیاد. همه تورتو رو گرفتیم ملیس جان. ای چیکار کنم سمی جان، مادرم سپارش داد. ایستا زنگ زنم یگان چیزی دیگر میخواد. مگر یگان چیزی دیگر هم هست؟ شیرینی نه جانم، باز یگان چیزی دیگر. همه اینها رو این زن چیکار میکرده باشد؟ تلفنم کجا شده باشد؟ آچا جان رو میگویم همه اینها رو چیکار؟ نمیدونم تلفنم کجا شده باشد. ای برادر همه رو جزیر کردی. ما نخواد چنین دختر زیبا با همه خونگرو باشد. سمی از برای خدا با اینها کردار مباش. مباش. یک لحظه دختری که در بر من باشد هیچ کس او رو گپ داده نمیتواند. سمی صبر کن. جانم آروم باش. اینها رو بگیر. با من گوش کن شیر بچه. اجل شما آماده است. مردن میخواهید چی ها؟ یا خدا. سمی رهایش کنید. سمی چی گپ است اینجا؟ کمال سیاه کسی به خانم ملی زبان درازی کند زبانش رو از حلق میبرم. کسی دست دراز کند دستش رو میشکنم. رفتیم سمی جان. کذب گم شوید. دیدی چخیل آنها را زدنی بودم ولی از پشت تو شده آنها را از دست دادم. نه شغال برادر آنها مرا زدنی بودن تو چرا بینیت رو خلانیدی و من بگو. اگر تو خالتچه کنی نرخش رو من میگذارم. اینجا مکانی من است. این کمال صبح سیاه از پسی میلیس است. اگر با میلیس خاندار نشوم میراث رو دیگر من سویبی کردن نمیتوانم. شما چخیل هستید خانم میلیس؟ با تو چی؟ راهگرد میرویم پیش در رفتیم جانم. خانم میلیس چون این رفتار این دختر باز هم زیادتر دل مرا میبرد. در نهایت تو را خواهم گرفت. گوش کن زیا، میخواهم به من قبل دهی که از پسی سقراط شده او را جستجو نمیکنی. این کار پلیس است، بگذار آنها کنن. تمام جانم، قول میدیم. بخشش زهرا، تا آن آدم را یافته نکشم ما خوشبخت شده نمیتوانیم. دزدیدن سومن از طرف سقراط به تو یک رابطه ندارد میخیلنی؟ نه جانم، با من چی رابطه ای دارد؟ نمیدونم، شاید با پدری سومن یگان علاقه داشته باشد. ممکن که با پدری او یگان داد و گرفت دارد. با آدم مرده چی داد و گرفت داشته باشد؟ مرده است؟ پیش از اینجا اومدن با لیوین صحبت داشتم. شخصیت پدری سومن رو پیدا و معین کرده بودند و فهمیدم که مرده است بیچاره. با خدا زیف شدم، چی گویم نمیدانم. خدا رحمتش کنه. آمین. من باید با مکتب روم. رفت جانم. خیر تا بازدید. درسای خوب. رحمت.
مکتب میروم گفته به زهرا دروغ گفتم مرا ببخشد. سقراط سمن را چرا دزدیده است فهمیدن لازم. مادرش انیق یگان چیز را میداند. کنی رفتی. اوه سنم جان خوش آمدی. ایست نشین. از اینجا راست به میدان میرویم. چی میگوی؟ بسیار شیرین هستی. اگر قبول کنی که شرط رو باخته البته که میرویم جانم. ای سنم جان با محل هجری کوچی درفتی فکر کردی در حال او رو به دو میافتونی؟ الکای افتاندم جانم. چون که دیشب در خانه هجری ایستادم. چی؟ بله به خانم دوست در آمد. هجری آمده مرا نجات داد. بعداً دید که من بسیار میترسم مرا تنها گذاشتن نخواست. یعنی چی خیلی که فهمیدی دیشب در خانه هجری ایستادم. سنم میگویم شاید خوب دیده باشی چون که هجری در حیاتش با تو در یک خانه نمی ایستد. چرا نمی ایستاده بود است؟ جایز نیست سنم جان، جایز نیست. غیر از این هجری رو همه ما میشناسیم. با این خیل دروغ خودت رو مسخره مردم نکن. خیز رفتیم با میدان. هنگس بزن من مزه کرده تماشا میکنم. تمام 2 هفته پس در کوچه مرکزی وا میخوریم. کی باید هنگ زند خواهیم دید زورو جان. عصبی شدیم؟ خوب من میروم. تو بازدید. تو بازدید. جایز بودن یا نبودنش رو خواهیم دید زورو. کسی آمدن مرا ندید به فکرم بسیار زور شد. بلانی گاز. پرده قیمتی گاز بود بایره گاز خریدیم. بچه قبوی بزیم دوره. مردن کنعان به همتون مبارک. یا خدایم اوه خدا جان یا خدایا در خانه نیستند. سلام. سلام. کمی صحبت کرده می توانیم؟ من یک چیز رو نفهمیدم. سقراط بر این آدم سمن رو چرا می دزدیده است؟ نمیدونم. یعنی من از کجا میدونم که من شما رو در کجای دیدم؟ نه یعنی فکر نمی کنم. شما یک لحظه شما دوگانه تو چین هستید؟ نه یعنی تو این زمان یگان دوگانه با نامی تو چه نداشتم. به فکرم مرا با کسی مانند کردید. این زن از من چیزی رو پنهان می دارد.
باز میبینیم. کجا شد این بدبخت؟ تمام فهمیدم. شما میخوریم. خیر تو بازدید. حیف بود بر تو بانو. این کار رو برای نجات تو کردم. چی خوب میشد که امورم هم میکشتم. من برای عشقمون کوشش دارم، تو باش چیکار میکنی؟ گاز رو کشادم موندم. ای بچه این گاز مایدک بود از تموم شد. بالونی گاز مایده بود تموم نشوه. رفته او را محکم کنم. این بدبخت کی میبینه معلوم نیست. بیزی گره محکم شو خیلی یاری تجریه یاری تجریه دکتر این چی شد؟ آب رو بیاره زودتر. آب رو بیاره. بچه بخبه مون عکس نبره. شاکر بخود خودت را شاکر شراب گوش کنی خزینه را باید که من بیاوم نباشه بانو از دست میروه نصیب باشه همین خزینه را میام 70 تا تاریخ میگیرم میرم بانو را از دست کنعان میگیرم شوکت قهرمان میشیم سوپرمن به خدا خزینه را افتان در کار یا بسم الله این تونلی دراز بوده ای انیق خزینه در آخر همین تونله کنعان کپت دود کرد تو همون زیو نیستی؟ برای چی که پای زندگی چه؟
بریم شهر بچهای غریب کی هم دوست برادرو آرزونه عمل کنین عمل چی میفرمایید؟ اپیتیتو حسیبچه های با لذت اپیتیتو بوی فورم اپیتیتو حسیبچه های بهتری. سروغای ما شهر دوشنبه بازار فراوان مغازه رقم 11 تلفن ها برای تماس 909 22 77 00 901 88 00 07